بحثی که الان میخوایم بهش بپردازیم بحث فریم ریت هستش. خب منظور از فریم ریت چیه؟ ببینین، اگر بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم ما تصویر متحرکی به معنای واقعی متحرک بودنش نداریم. مجموعی از عکس ها در واحد زمانی از جلوی چشم ما رد میشن و ما اونها رو به صورت تصویر متحرک میبینیم. این اتفاق چرا میافته؟ یکی از دلایلی که باعث میشه این اتفاق بیفته برمیگرده به ساختار چشم انسان. چشم هر انسان 1/20 ثانیه آخرین تصویری رو که دیده در ذهنش و در شبکه چشمش نگه میداره. یعنی شما در لحظه‌ای که چشماتون رو میبندین به مدت 1/20 ثانیه آخرین تصویری رو که دیدین روی شبکتون وجود داره. در مورد تصویر متحرک چه اتفاقی میفته؟ وقتی تعداد عکس‌ها از 20 عکس بیشتر باشه، یعنی قبل از اینکه آخرین تصویری که بر روی شبکه چشم شماست از ذهن شما بره، تصویر بعدی جایگزین میشه و شما این دو تصویر رو به هم میچسبونین و بهتون حس یک تصویر متحرک القا میشه. حالا تفاوت فریم ریت ها رو بررسی کنیم. ببینین، ما مثلا میشنویم که فلان فیلم 24 فریم ذخیره شده، فلان فیلم 25 فریم. ببینین این جدول رو. اینجا ما یک اتفاق رو داریم که این اتفاق در 1 ثانیه اتفاق افتاده. اتفاق در حالت پایینی در 24 لحظه عکاسی شده. یعنی اون 1 ثانیه در 24 لحظه عکاسی شده، ولی در بالا در 60 لحظه عکاسی شده. مثال واضح بزنم. این عکس رو ببینین. میبینین عمل پرتاب توپ اینجا فقط در 6 عکس ثبت شده، یا در واقع در 6 لحظه ثبت شده، ولی در پایین در 12 لحظه ثبت شده. بپردازیم به تفاوت بیت ریت ها. بیت ریت استانداردی که برای سینما وجود داره، برای فیلم های سینمایی 24 فریم بر ثانیه است. ولی دو تا استاندارد تلویزیونی دیگه هم داریم، 25 فریم بر ثانیه و 30 فریم بر ثانیه. در واقع اصطلاحاً به سیستم پال میگن سیستمی که تعداد فریم ریتش 25 تاست، که کشورهایی مثل ایران و اروپا از سیستم پال یعنی 25 فریم بر ثانیه در پخش تلویزیونی استفاده میکنن. استاندارد بعدی 30 فریم بر ثانیه است. کشورهایی مثل آمریکا از استاندارد 30 فریم بر ثانیه استفاده میکنن در پخش تلویزیونی خودشون. حالا این اختلاف به کجا برمیگرده؟ برمیگرده به جریان هرتز برق شهری که نمیدونم یه جا 50 یه جا 60 که به اینا پرداخت نمی کنیم، یه خورده پیچیده است. اما چرا فریم ریت مهمه؟ اگر شما پروژه‌ای رو که ایجاد میکنین عدد فریم ریت رو اشتباه بدین و درست تنظیم نکنین، اتفاقی که میفته اونم اینه که شما کل تدوینتون به هم میخوره. حتی با این اشکال مواجه میشین که شما نمیتونین صداها رو با همدیگه سینک کنین. یعنی صداها رو میارین با تصویرتون سینک میکنین اولش رو، ولی بعد از چند ثانیه میبینین کلا صداها به هم ریخت. یکی از دلایلش اینه که شما فریم ریت ها رو درست تنظیم نکردین. یکی دیگه از دلایلی که دونستن فریم ریت ها مهمه اینه که شما به عنوان یک کارگردان یا یک کارگردان وقتی داره با شما به عنوان یک تدوینگر مشورت میکنه، ممکنه بگه که من دوست دارم در فیلمم صحنه‌های آهسته داشته باشم، جلوه‌های اسلو داشته باشم. خب در این صورت شما به عنوان یک تدوینگر یا یک تصویربردار به عنوان یک تصویربردار به کارگردان مشاوره میده که خب اگر ما میخوایم فیلممون دارای صحنه‌های آهسته باشه، یعنی در واقع اون اتفاق در لحظه‌های بیشتری باید ثبت بشه. پس برای این کار لازمه که از دوربین‌هایی استفاده کنیم که توانایی رکورد فریم ریت بالاتری رو دارن. مثلا بیایم از دوربین‌هایی مثل دوربین رد استفاده کنیم. اگر بخوام یک مثال بزنیم، بذارین شما رو با یک دوربین آشنا کنم به نام دوربین فانتوم که یکی از قدرتمندترین دوربین‌هاییه که برای ثبت تصاویر اسلو موشن ازش استفاده میشه. اگر بخواید بیشتر با این دوربین آشنا بشین، خب میتونین مشخصات این دوربین رو از اینترنت سرچ بکنین و توانایی‌های این دوربین رو ببینید. این دوربین توانایی این رو داره که تا 170,000 فریم بر ثانیه رو ضبط کنه. یعنی در 1 ثانیه 170,000 تا عکس بگیره.
به طور مثال شما الان یک اتفاق رو میبینین که ما به صورت معمولی با چشم نرمال به این صورت میبینیم. یک CD رو با سرعت بسیار بالایی میچرخونن به طوری که در نهایت منفجر میشه. ببینین؟ خب چشم ما قادر به تشخیص لحظه انفجار و جزئیات اون نیست. حالا ببینیم دوربین فانتوم این اتفاق رو به چه صورت ذخیره کرده. این اتفاق رو که در 4 ثانیه ذخیره شده، این دوربین تبدیل به 7 ساعت و نیم کرده. یعنی اینها رو وقتی میاد سی فریم جدا میکنه این 170,000 فریم رو، نهایتاً خروجی ما چی میشه؟ 7 ساعت و نیم. الان همون اتفاقی رو که دیدیم با سرعت 170,000 فریم بر ثانیه میبینیم. دوربین‌های مختلفی وجود دارن که میتونن با فریم ریت بسیار بالایی ذخیره کنن. مثل بعضی از دوربین‌های تحقیقاتی پاناسونیک که حتی میتونن تا 1,000,000 فریم بر ثانیه هم تصویر رکورد کنن. اجازه بدین یک اتفاق رو ما بررسی کنیم. ببینین ما اینجا یک اتفاق رو داریم که هم به صورت نرمال ذخیره شده، هم به صورت فریم ریت بالا 60 فریم بر ثانیه. ببینین این اتفاق در 1-2 ثانیه اتفاق افتاد، ولی همون اتفاق رو وقتی با 60 فریم بر ثانیه ذخیره می‌کنیم میتونیم اون رو با جزئیات بیشتری و به صورت اسلو نمایش بدیم. گاهن لازمه که این سرعت اسلو بیشتر باشه، پس لازمه که ما فریم ریت بالاتری رو موقع رکورد تنظیم کنیم. ببینیم همون اتفاق در حالت معمولی و همون اتفاق با سرعت 120 فریم بر ثانیه رکورد شده. پس برای ذخیره صحنه‌های آهسته ما لازمه که با فریم ریت 240 فریم بر ثانیه